درصدا در اومده. بچه‌ها بگید. آره. بریم. نگاه کنیم. خیلی آقا درصد مستنده، به ما ربطی نداره، ما دستی توش نبردیم. استقلالی‌ها، پرسپولیسی‌ها، سپاهانی‌ها، تراکتوری‌ها. خب رتبه اول استقلال، شما بخونید آقا جان. استقلال 21%، دوم پرسپولیس 28%، اول تراکتور و سپاهان با 13%، سومن فولاد با 9%، چهارم بله. سایر تیم‌ها با 7%، پنجم ملوان با 5% و نساجی هم با 4%. پرسپولیس رتبه اولو داره، استقلال رتبه دومو داره، رتبه سوم مشترک است بین تراکتور و سپاهان. کاملا مستند. بیننده‌های سلام صبح بخیر گفتن، نه ما در سلام. من پیشنهاد میکنم بچه‌ها این نظرسنجی بذارید تا هفته بعد ادامه داشته باشه. تا هفته بعد ادامه داشته باشه ببین آمار به کجا میرسه. 20340 نظر خودتون البته مش نمونه خروار است دیگه. دقیقاً کاملا مشخصه دیگه. حالا ببینیم که تا هفته بعد چه خواهد شد. دور از انتظار بود برای شما؟ نه کاملا به نظر من طبیعیه. تصور ما هم همین. آره همین بود. چیز غیر از این نیست.